دوستان سلام. موشکافی امشب از اون موشکافی‌های ویژه است. یعنی میخوام طوری بذارم تو کاسه علی گدا که برق از سفازش بپره. عرضم به حضورتون که بعد از روزه آخر علی گدا هر کی یه چیزی گفت، دل واپسا گفتن عظما میخواد سفت و سخت وایسه و خبری از درخوری نیست. دل آراما هم گفتن عظما میخواد سرزرب زر رو بره بالا. خارجی هم رفتن تو فاز ابهام. نیویورک تایمز: رهبر ایران خطوط سخت سرانه خودش را سخت‌تر می‌کند. اسوسییتد پرس: آیت الله ایران از ممنوعیت دسترسی بازرسان به سایت‌های نظامی حمایت می‌کند. رویتر: اختلاف میان نظر مذاکره کنندگان و رهبرشان. فابیوس وزیر خارجه فرانسه: به نظر می‌رسد سران ایران علاقمند به یک توافق اتمی نیستند. حالا سوال اینه که بالاخره علی گدا اومده بود راه توافق ببنده یا راه زهرخوری رو واکنه؟ ببینید رفقا، کل فک جنبونی 70 دقیقه‌ای علی گدا رو که بچلونی 2 قطره ازش میچکه. یکی درباره لغو تحریما، یکی هم بازرسی‌ها. اول از لغو تحریما شروع کنیم. علی گدا یه جا کوبید به نعل و اینجوری گفت: بنده تصریح میکنم تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی، چه اونچه به شورای امنیت ارتباط پیدا میکنه، چه اونچه به کنگره آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه اونچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میکنه، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشه. این واسه دلواپسا بود. حالا 2 جمله بعد یه چیزی گفت که خاطر جام زهریا رو جمع کنه. ملاحظه کنی؟ البته لغو تحریم یک مراحل اجرایی داره، ما اینا قبول داریم. اجراییات لغو تحریم با اجراییاتی که ایران به عهده میگیرد باید متناظر باشند. بخشی از این در مقابل بخشی از اون، بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از اون. تناقض داشتی؟ نعل و میخ ولایت داشتی؟ آخه لغو فوری تحریما کجا و بخش کردن اون کجا؟ به این میگن قیقاش یا که میگن ویراج. حالا بریم سراغ علی گدا و خط قرمز بازرسی‌ها. باز دوباره اولش یه حالی به دلواپسا داد و گفت با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت‌ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمیپذیریم، همچنان که قبلا هم گفتیم. اگه کسی نشناسه که این علی گدا چه مارمولکیه، با خودش میگه خب تمومه دیگه، خود عظما اومده و همه راه رو بسته. اما اگه حافظه موشکافی داشته باشی، این حرف علی گدا تو همین روزه رو هم به خاطر میاری و میچسبونی کنار این یکی حرفش. یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه‌ای نباید داد، هیچ عقبگردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد. نه، به قدر صحیح و منطقی و عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم. بله، به این میگن کوچه سیدعلی چپ، یعنی همون کوچه‌ای که میشه انداخت توش و با یه عقبگرد هر خط قرمزی رو دور زد. حالا ممکنه یکی بگه این که حرفه، حالا یه چیزی گفته. اینجاست که موشکاف میره سراغ عقبگرد عملی عظما، یعنی مصوبه مجلس وحوش و اون طرح کذایی حفظ دستاوردها. ببینم این قسمت از اون طرح دوغکی رو یادتونه یا نه؟ آژان 2 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. رأس مجلس لاریجانیا دیگه نگفت که این مصوبات شورای عالی امنیت ملی چیه، اما شمع موشکافی میگه هر چی باشه یه چیزی تو مایه‌های همون کوچه سیدعلی چپه.
یعنی راه باز گذاشته هم دلواپسا دلشون خوش باشه بگن مصوبه تایید خواست ماست، هم دلاراما دلشون خوش باشه بگن مصوبه میگه ممنوعیت بازرسی رپتی پتو. اینجاست که آدم از فاز ابهام در میاد و دوریالیش میفته که این علی گدا حتی تو این روزای آخرم ولکن نعل و میخ نیست و همچنان تو کار بندبازیه. اینو نمایندهش تو جمعه بازارم به زبون خودش گفت. لذا هم مجلس وظیفه دارد اون چتر نظارتی خودش رو برای صیانت تیم مذاکره کننده باید چترش رو داشته باشد و متوقع نبود در این ایام مجلس تعطیل بشود. یه حرکت خوبی رو آغاز کردند ولی تیم مذاکره کننده نیاز به حمایت‌های نظارتی شدید داره. اونا با غداران روزگار مواجهند و هم مردم باید در این شبها دعا کنند. سرنوشت آینده است، فقط ما نیستیم. یک پیچ خطرناک و حساس تاریخی است. عجب ناله‌ای میکنه این بوزقلمون. دل پیچش از پیچ خطرناکیه که سر راهشونه. این پیچ از اون پیچاییه که کل نظامو فیتیل پیچ میکنه. موشکافی